سلام، امروز قراره با هم بریم سراغ دنیای پرنده هایی که انگار از دل فیلم های علمی تخیلی بیرون اومدن. از طوطی که شبگرد و بی حرکته تا پرنده‌ای با رقص فضایی. پس تا آخر این ویدیو با من باش، چون قراره چیزایی ببینی که باور نمی‌کنی واقعی باشن. اولیش پرنده بهشتیه. این پرنده های عجیب توی گینه نو زندگی میکنن و نرهاشون برای جذب جفت حرکاتی انجام میدن که بیشتر شبیه رقصهای نمایشیه تا رفتار طبیعی. بعضیاشون بالهاشون رو باز میکنن طوری که شبیه یه صفحه مشکی براق میشن، انگار یه موجود فضایی هن. دومیش کاکاپوئه، یه طوطی چاق و نازنین از نیوزیلند که نمیتونه پرواز کنه. شبگرده، بوی خاصی داره و صدای خاصی از خودش در میاره. جالبه بدونی فقط چند ده تا ازش باقی مونده. سومین پرنده هورنبیله، پرنده‌ای با منقاری عظیم و شاخمانند که واقعاً تو ذوق میزنه. جالبتر از ظاهرش، ماده‌ها خودشون رو موقع تخمگذاری توی درخت حبس میکنن و نر باید براشون غذا بیاره. هواتسین، یه پرنده عجیب آمازونی که از نظر علمی به دایناسورها نزدیکتره تا مرغ. جوجه‌هاش چنگال‌هایی روی بالهاشون دارن و میتونن از درخت بالا برن. تازه سیستم گوارشش مثل گاوه و بوی بدی هم میده. و آخرین پرنده، عقاب هارپی، یکی از قوی‌ترین پرنده‌های شکاری با پنجه‌هایی به اندازه دست انسان. قیافش مثل یه اژدهای واقعی میمونه و شکارچی قدرتمندی توی جنگل‌های آمریکای جنوبی. خب، کدوم یکی برات عجیب تر بود؟ برام بنویس تو کامنت ها و اگه دوست داری دنیای حیوانات عجیب رو بیشتر بشناسی، حتما ویدیو رو لایک کن و دنبال کن. تا ویدیوی بعدی، بدرود!